به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم. گلستان سعدی، نوشته مصلح ابن عبدالله معروف به سعدی در قرن 196. این کتاب در سال 1391 توسط فرهنگسرای میردشتی در تهران چاپ شده. چاپ اول این کتاب در ابیانه بوده در سال 1390. اما این کتاب نمایندگی هم داره در مشهد در چهارراه لشکر نرسیده به میدان 10 دی پاساژ دیدنی ها. این کتاب نگارگری بسیار زیبایی داره که کار آقای علیرضا آقامیری و امیر طهماسبی هستش و خطش هم آقای رسول مرادی انجام دادن. این کتاب شامل یک مقدمه طولانی و 8 باب از باب‌های گلستان زیباست. باب اول در سیرت پادشاهان، باب دوم در اخلاق درویشان، باب سوم در فضیلت قناعت، باب چهارم در فواید خاموشی، باب پنجم در عشق و جوانی، باب ششم در ضعف و پیری، باب هفتم در تأثیر تربیت و باب هشتم در آداب صحبت هستش. خب من از مقدمه فاکتور میگیرم و از باب اول شروع میکنم به خوندن. از هر بابی 2 یا 3 حکایت برای شما میخونم تا بتونیم کتاب رو با هم یک مروری داشته باشیم. البته در ابتدای خواندنم لازمه که بگم چون که این خط به صورت نستعلیق نوشته شده ممکنه اشتباهاتی در خوندن داشته باشم. سعی کردم قبلش چندین بار بخونم هر حکایتی رو که اشتباه هم کمتر باشه. با من همراه باشید که این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. در سیرت پادشاهان. حکایت اول. پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد و بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام و عدن گرفت و فقط گفتن هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. وقت ضرورت چو نماند گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز. ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت آن دروغ وی پسندیده تر آمد من از این راست که تو گفتی که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. و خردمندان گفتند دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. هر که شاه آن کند که او گوید حیف باشد که جز نکو گوید. بر طاق ایوان فریدون نوشته بود جهان ای برادر نماند به کس. دل اندر جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک و دنیا و پشت که بسیار کس چو تو پرورد و کشت. چو آهنگ رفتن کند جان پاک چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. خب با هم میریم حکایت دوم رو براتون بخونم. سرهنگ زاده ای را بر در سرای اعلمش دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زاید الوصف داشت. هم از عهد خسروی آثار بزرگی در ناصیه او پیدا. بالای سرش ز هوشمندی
میتافت ستاره بلندی. فی جمله مقبول نظر سلطان آمد که جمال صورت و معنی داشت و خردمندان گفتند توانگری به هنر است نه به مال و توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال. ابنای جنس او بر منصب او حسد بردند و به خیانتی متهم کردند و در کشتن او سعی بیفایده نمودند. دشمن چه زند چو مهربان باشد دوست؟ ملک پرسید که موجب خصمی اینان در حق تو چیست؟ گفت در سایه دولت خداوندی دام ملکه همگنان را راضی کردم، مگر حسودی را که راضی نمی شود الا به زوال نعمت من و اقبال و دولت خداوند باد. توانم آنکه نیازارم اندرون کسی. حسود را چه کنم کوز خود به رنج در است. بمیر تا برهی ای حسود کین رنجیست که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست. شوربختان به آرزو خواهند مقبلان را زوال نعمت و جاه. گر نبیند به روز و شب پره چشم، چشمه آفتاب را چه گناه. راست خواهی هزار چشم چنان، کور بهتر که آفتاب سیاه. امیدوارم که از این حکایتم لذت برده باشین. میریم برای حکایت سوم از باب اول. پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام دیگر دریا را ندیده بود و محنت کشتی نیازموده. گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد. چندان که ملاطفت کردند آرام نمی گرفت و عیش ملک از او منغص بود و چاره ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود. ملک را گفت اگر فرمان دهی من او را به طریقی خاموش گردانم. گفت غایت لطف و کرم باشد. بفرمود تا غلام به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد و مویش گرفتند و پیش کشتی آوردند. به دو دست در سکان کشتی آویخت. چون برآمد به گوشه‌ای بنشست و قرار یافت. ملک را عجب آمد. پرسید در این چه حکمت بود؟ گفت از اول محنت غرق شدن ناچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی‌دانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید؟ معشوق من است آنکه به نزدیک تو بنشست. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. فرق است میان آنکه یارش در بر تا آنکه دو چشم انتظارش بر در. این سه حکایت از باب اول در سیرت پادشاهان. بریم برای باب دوم و سه حکایت که از این باب برای شما بخونم. با من همراه باشید. در باب درویشان، باب دوم. حکایت اول. یکی از بزرگان گفت پارسایی را چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی به طعنه سخنها گفتند. گفت بر ظاهرش عیب نمی بینم و بر باطنش غیب نمی دانم. هر که را جامه پارسا بینی پارسا دان و نیک مردنگار. ور ندانی که در نهانش چیست محتسب را درون خانه چه کار. حکایت دوم. درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه همی مالید و همی نالید که یا غفور و یا رحیم، تو دانی که از ظلوم و جهول یا جهول چه آید.
عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استحضار. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. عابدان جزای اطاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت. من بنده امید آورده ام نه طاعت، و به دریوزه آمده ام نه به تجارت. اسن بیما انت اهلو ولا تسن بیما انا اهله. گر کشی یا گر کشی ور جرم بخشی روی سر بر آستانم. بنده را فرمان نباشد هرچه فرمایی برانم. بر در کعبه سائلی دیدم که همی گفت و می گرستی خوش. می نگویم که طاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناهانم کش یا کش، که با توجه به اینکه باید هم قافیه باشه یا اون خش باید خوانده بشه یا این کش، ولی خب با توجه به اینکه اعرابی گذاشته نشده من آنچه را که بود خواندم. اما حکایت سوم. عبدالقادر گیلانی را رحمت الله علیه دیدند در حرم کعبه روی بر حصبا نهاده همی گفت ای خداوند ببخشای، وگر هر آینه مستوجب عقوبتم در روز قیامتم نابینا برانگیز، تا در روی نیکان شرمسار نشوم. روی بر خاک عجز میگویم هر سحرگه که باد میآید، ای که هرگز فراموشت نکنم هیچت از بنده یاد میآید. و میریم برای باب سوم و 3 حکایت کوتاه یا بلند. اما باب سوم در فضیلت قناعت هستش. حکایت اول. خواهنده مغربی در صف بزازان حلب می گفت ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سؤال از جهان برخاستی. ای قناعت توانگرم گردان، که ورای تو هیچ نعمت نیست. گنج صبر اختیار لقمان است، هر که را صبر نیست حکمت نیست. حکایت دوم. 2 امیرزاده در مصر بودند، یکی علم آموخت و دیگری مال اندوخت. عاقبت الامر آن یکی علامه عصر گشت و این یکی عزیز مصر شد. پس این توانگر به چشم حقارت در فقیه نظر کردی و گفتی من به سلطنت رسیدم و این همچنان در مسکنت بمانده است. گفت ای برادر، شکر نعمت باری از زاسمه همچنان افزونتر است، بر من که میراث پیامبران یافتی، یعنی علم، و تو را میراث فرعون و هامان رسید، یعنی ملک مصر. من آن مورم که در پایم بمالند، نه زنبورم که از دستم بنالند. کجا خود شکر این نعمت گزارم، که زور مردم آزاری ندارم. حکایت سوم. درویشی را شنیدم که در آتش فاقه میسوخت و رقعه بر خرقه همی دوخت و تسکین خاطر مسکین را همی گفت به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق، که بار مهنت خود به که بار منت خلق. کسی گفتش که چه نشینی که فلان در این شهر طبعی کریم دارد و کرمی امین، میان به خدمت آزادگان بسته و بر در دلها نشسته. اگر بر صورت حال تو چنان که هست وقوف یابد،
پاس خاطر عزیزان داشتن منت دارد و غنیمت شما رو گفت خاموش که در پسی مردن به که حاجت پیش کسی بردن. هم رقعه دوختن به و الزام گنج صبر که از بحر جامه رقعه بر خواجگان نوشت. حقا که با عقوبت دوزخ برابر است رفتن به پای مردی همسایه در بهشت. میریم برای باب 4. فصل 4 یا باب 4 در فواید خاموشی. حکایت اول. جوانی خردمند از فنون فضایل خطی وافر داشت و طبعی نافر، چندان که در محافل دانشمندان نشستی زبان سخن ببستی. باری پدرش گفت ای پسر، تو نیز آنچه دانی بگوی. گفت ترسم که بپرسند از آنچه ندانم و شرمساری برم. نشنیدی که صوفی میکوفت زیر نعلین خویش میخی چند، آستینش گرفت سرهنگی که بیا نعل بر ستورم بند. اما حکایت دوم. یکی را از حکما شنیدم که می گفت هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند. سخن را سر است ای خردمند و بن، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. اما حکایت سوم. تنی چند از بزرگان محمود گفتند حسن میمندی را که سلطان امروز تو را چه گفت در فلان مصلحت؟ گفت بر شما هم پوشیده نباشد. گفتند آنچه با تو گوید با مثال ما گفتن روا ندارد. گفت به اعتماد آنکه داند که نگویم. پس چرا همی پرسید؟ نه هر سخن که براید بگوید اهل شناخت، به سر شاه سر خویشتن نشاید باخت. میریم برای باب 5. باب 5 در عشق و جوانی. حکایت اول. حسن میمندی را گفتند سلطان محمود چندین بنده صاحب جمال دارد که هر یکی بدی جهانی اند. چگونه افتاده است که با هیچ یک از ایشان میل و محبتی ندارد، چنان که با ایاز که حسنی زیادتی ندارد؟ گفت هرچه به دل فرو آید در دیده نکو نماید. هر که سلطان مرید او باشد گر همه بد کند نکو باشد. وانکه را پادشه بیندازد کسش از خیل خانه ننوازد. کسی به دیده انکار اگر نگاه کند نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی، وگر به چشم ارادت نگه کنی در دیو فرشته اید نماید به چشم کروبی. حکایت دوم. پارسایی را دیدم به محبت شخصی گرفتار، نه طاقت صبر و نه یارای گفتار. چندان که ملامت دیدی و غرامت کشیدی، ترک قصابی نگفتی و گفتی. کوته نکنم ز دامنت دست، ور خود بزنی به تیغ تیزم. بعد از تو ملاذ و ملجئی نیست، هم در تو گریزم ار گریزم. باری ملامتش کردم و گفتم عقل نفسیت را چه شد؟ عقل نفیست را چه شد؟
تا نفس خسیس غالب آمد، زمانی به فکرت فرو رفت و گفت هر کجا سلطان عشق آمد نماند، قوت بازوی تقوا را محل. پاک دامن چو زید بیچاره‌ای، افتاده تا گریبان در دجل. اما حکایت سوم یکی را دل از دست رفته بود و ترک جان کرده و مطمع نظرش جایی خطرناک و مظنه هلاک، نه لقمه‌ای که مصور شدی که به کام آید، یا مرغی که به دام افتد. چو در چشم شاهد نیاید زرد، زر و خاک یکسان نماید برد. باری به نصیحتش گفتند از این خیال محال تجنب کن، که خلقی هم بدین هوس که تو داری، اسیرند و پای در زنجیر. بنالید و گفت دوستان گو نصیحتم مکنید، که مرا دیده بر ارادت اوست. جنگجویان به زور پنجه و کتف، دشمنان را کشتند و خوبان دوست. شرط مودت نباشد به اندیشه جان دل، از مهر جانان برگرفتن. تو که در بند خویشتن باشی، عشقباز دروغ زن باشی، گر نشاید به دوست ره بردن، شرط یاری است در طلب بردن. گر دست رسد که آستینش گیرم، ورنه بروم بر آستانش میرم. متعلقان را که نظر در کار او بود و شفقت بر روزگار او، پندش دادند و بندش نهادند، سودی نکرد. دردا که طبیب صبر می‌فرماید، وین نفس حریص را شکر می‌باید. آن شنیدی که شاهدی به نهفت، با دل از دست رفته‌ای می‌گفت. تا تو را قدر خویشتن باشد، پیش چشمت چه قدر من باشد. امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشین. میریم برای باب ششم. باب ششم در ضعف و پیری. حکایت اول. با طایفه دانشمندان در جامع دمشق بحثی کردم که جوانی در آمد و گفت در این میان کسی هست که فارسی بداند؟ غالب اشارت به من کردند. گفتمش خیر است. گفت پیری 150 ساله در حالت نزع است و بر زبان عجم چیزی همی گوید و مفهوم ما نمی گردد. گر به کرم رنجه شوی، فرویابی باشد که وصیتی همی کند. چون به بالینش فراز شدم این می گفت: دمی چند گفتم برآرم به کام، دریغا که بگرفت راه نفس. دریغا که بر خلخان الوان دمی خورده بودیم و گفتند بس. معانی این سخن را به عربی با شامیان همی گفتم و تعجب همی کردند از عمر دراز و تأسف او همچنان بر حیات دنیا. گفتم چگونه ای در این حالت؟ گفت چه گویم؟ ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی که از دهانش به در می کنند و ندانی. قیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت که از وجود غریرش بدرود و جانی. گفتم تصور مرگ از خیال خود بدر کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان، که فیلسوفان یونان گفتند مزاح ارچه مستقیم بود، اعتماد بقا را نشاید و مرض گرچه حایل دلالت کلی بر هلاک نکند. اگر فریاد طبیبی را بخوانم تا معالجت کند، دیده بر کرد و بخندید و گفت دست بر هم زند طبیب ظریف، چون خرف بیندازد فتاده حریف. خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بند ویران است. پیرمردی ز نزع می نالید، پیرزن صندلش همی مالید. چون مخبط شد اعتدال مزاج،
نه عزیمت اثر کند نه علاج. حکایت دوم. پیرمردی حکایت کند که دختری خواسته بود و حجره به گل آراسته و به خلوت با او نشسته و دیده و دل در او بسته و شبهای دراز نخفتی و بذله ها و لطیفه ها گفتی. باشد که مؤانست پذیرد و وحشت نگیرد. از جمله می گفت بخت بلندت یار بود و چشم بختت بیدار، که به صحبت پیری افتادی پخته، پرورده جهان دیده، آرمیده، گرم و سرد چشیده، نیک و بد آزموده، که حق صحبت بداند و شرط مودت به جای آورد. مشفق و مهربان، خوش طبع و شیرین زبان، تا توانم دلت به دست آرم، ور بیازاریم نیازارم. ور چو طوطی شکر بود خورشت، جان شیرین فدای پرورشت. نه گرفتار آمدی به دست جوانی معجب خیره سرتیز سبک پای، که هر دم هوسی پزد و هر لحظه رای زند و هر شب جایی خسبد و هر روز یاری گیرد. وفاداری مدار ار بلبلان چشم، که هر دم بر گلی دیگر سرایند. خلاف پیران که به عقل و ادب زندگانی کنند، نه به مقتضای جهل جوانی. ز خود بهسته جوی و فرصت شمار، که با چون خودی گم کنی روزگار. گفت چندین بر این نمط بگفتم، که گمان بردم که دلش بر قید من آمد و صید من شد. ناگه نفسی سر از سردرد برآورد و گفت چندین سخن که بگفتی در ترازوی عقل من وزان سخن ندارد، که وقتی شنیدم از قابله خویش که گفت زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری. و این خیلی جالب بود برای خودم که اولین بار این متن رو میخوندم. فی‌الجمله امکان موافقت نبود و به مفارقت انجامید. چون مدت عدت برآمد عقد نکاحش بستند با جوانی تند و ترشروی، تهیدست بدخوی، جور و جفا میدید و رنج و عنا میکشید و شکر نعمت حق همچنان میگفت که الحمدلله که از آن عذاب علیم برهیدم و بدین نعمت مقیم برسیدم. با این همه جور و تندخویی بارت بکشم که خوبرویی. با تو مرا سوختن اندر عذاب، به که شدن با دگری در بهشت. بوی پیاز از دهن خوبروی، نغزتر آید که گل از دست زشت. حکایت سوم. مهمان پیری شدم در دیار بکر که مال فراوان داشت و فرزندی خوبروی. شبی حکایت کرد مرا به عمر خویش به جز این فرزند نبوده است. درختی در این وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آنجا و شبهای دراز در آن پای درخت بر حق بنالیدم تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت چو بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست، تا دعا کردمی و پدر بمردی. خواجه شادی کنان که پسرم عاقل است و پسر طعنه زنان که پدرم فرتوت. سالها بر تو بگذرد که گذار نکنی سوی تربت پدرت. تو به جای پدر چه کردی خیر، تا همان چشم داری از پسرت. میریم برای باب بعدی. باب هفتم در تأثیر تربیت. حکایت اول.
یکی را از وزرا پسری کودن بود. پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مرین را تربیتی میکن مگر که عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود. پیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نمی باشد و مرا دیوانه کرد. چون بود اصل گوهری قابل تربیت را در او اثر باشد. هیچ صیقل نکو نداند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشوی که چو ترشد پلیدتر باشد. خر عیسی گرش به کعبه برند چو بیاید هنوز خر باشد. میریم برای حکایت دوم. یکی از فضلا تعلیم ملک زاده‌ای همی دارد و ضرب بی‌محابا بازو و زجر بی‌قیاس کردی. باری پسر از بی‌طاقتی شکایت پیش پدر برد و جامه از تن دردمند برداشت. پدر را دل به هم برآید. استاد را گفت که پسران آحاد و رعیت را چندین جفا و توبیخ روان نمی‌داری که فرزند مرا؟ سبب چیست؟ گفت سبب آن که سخن اندیشیده باید گفت و حرکت پسندیده کردن همه خلق را علی العموم و پادشاهان را علی الخصوص. به موجب آنکه بر دست و زبان ایشان هرچه رفته شود هر آینه به افواه بگویند و قول و فعل عوام الناس را چندان اعتباری نباشد. اگر 100 ناپسند آید ز درویش رفیقانش یکی از 100 ندانند و اگر یک بذله گوید پادشاهی از اقلیمی به اقلیمی رسانند. پس واجب آمد معلم پادشاهزاده را در تهذیب اخلاق خداوندزادگان انبتهم الله نباتا حسنا، از آن اجتهاد از آن بیش کردن که در حق عوام. هر که در خردیش ادب نکنن ور بزرگی فلاح از او برخاست. چوب تر را چنان که خواهی هیچ نشود خشک جز به آتش راست. ملک را حسن تدبیر فقیه و تقریر جواب او موافق رأی آمد. خلعت و نعمت بخشید و پایه منصب بلند گردانید. میریم برای حکایت سوم. یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت ای پسر چندان که تعلق خاطر آدمیزاد به روزی است، اگر به روزی 10 بودی به مقام از ملائکه درگذشتی. فراموشت نکرد ایزد در آن حال که بودی نطفه مدفون و مدهوش. روانت داد و طبع و عقل و ادراک، جمال و نطق و رأی و فکرت و هوش. 10 انگشتت مرتب کرد بر کف، 2 بازویت مرکب ساخت بر دوش. کنون پنداری ای ناچیز همت که خواهد کردنت روزی فراموش. میریم برای باب 8 و آخرین باب. باب 8 در آداب صحبت. باب 8 حکایت نداره ولی جمله ها و نوشته های نقضی داره که من برای شما چند تایی رو میخونم. مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت نیکبخت آنکه خورد و کشت و بدبخت آنکه مرد و هشت. مکن نماز بر آن هیچ کس که هیچ نکرد، که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد. موسی علیه السلام قارون را نصیحت کرد که احسنوا کما احسن الله الیک. نشنید، به عاقبتش شنیدی. آن کس که به دنیا و درم
خیر نیندوخت سر عاقبت اندر سر دنیا رو درم کرد. خواهی که مطمع شوی از دینی و عقبی، با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد. عرب گوید جد لا تمن فان الفائد الیک عائد، یعنی ببخش و منت منه که نفع آن به تو باز میگردد. درخت کرم هر کجا بیخ کرد، گذشت از فلک شاخ و بالای او. گر امیدواری کزو برخوری، به منت منه اره بر پای او. شکر خدای کن که موفق شدی به خیر، ز انعام و فضل او نه معطل گذاشتت. منت منه که خدمت سلطان همی کنی، منت شانس از او که به خدمت بداشتت. دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. آن تهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر. و آخرین نکته نغزی که برای شما میخونم: علم از بهر دین پروردن است، نه از بهر دنیا خوردن. هر که پرهیز و علم و زهد فروخت، خرمنی گرد کرد و پاک بسوخت. اینقدر این کتاب زیباست که فکر میکنم اکثرا این کتاب رو خوندند و امیدوارم که تو خونه همه باشه و هر از گاهی بهش رجوع کنیم و لذت ببریم از حکایات نغز سعدی جان. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. اگر اشتباهی خوندم به بزرگواری خودتون ببخشید. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.